برای هدیه حضورتون امروز در خانه خداوند. خدا رو شکر می‌کنیم برای این روز زیبایی که خداوند به همه ما عطا کرده و درش مجد و شادی کنیم و امروز بیایم پرستشش کنیم و از کلامش بشنویم. قبل از که کلام خدا رو شروع کنیم با هم دیگه یک دعای کوتاهی با هم داشته باشیم. پدر، در نام عیسی مسیح خداوند به حضورت بیایم، شکر می‌کنیم که تو خدای عظیمی هستی و قادر مطلق، یکتا و بی همتا و قدوس. ممنونیم برای این لحظه‌ای که به ما دادی، برای این فرصت خدمت ای خداوند، و خداوند شکر میکنیم برای کلام زیبا و زنده تو و میخوایم امروز از کلامت بشنویم و از تو بشنویم ای خداوند. و پس خداوند دعا میکنیم که با تک تک ما صحبت بکنی، با دل ما صحبت بکنی و اون چیزی که نیاز داریم به دونستنش بر ما آشکار کنی و از طریق کلام زیبا و زنده خودت به تک تک ما برکت عطا کنی. در نام عیسی مسیح خداوند با شکرگزاری دعا کردیم. آمین. خدا رو شکر. خب، عنوان موعظه امروز هست چون در مسیح هستیم محکوم نیستیم. چون در مسیح هستیم محکوم نیستیم. قسمت از کلام خدا رو براتون قرائت میکنم از کتاب رومیان باب 8 آیات 1 تا 4 رو براتون قرائت میکنم. رومیان باب 8 آیات 1 تا 4 می‌فرماید: پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد، چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد و بدین سان در پیکری بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد تا آنچه شریعت مطالبه می‌کند در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار می‌کنیم. هللویا. آمین. خب میگه هیچ محکومیتی نیست برای کسانی که در مسیح عیسی هستند، یعنی کسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون ایمان قلبی آوردن. عزیزان، بدون عیسی مسیح هیچ امیدی برای ما نیست، اما خدا رو شکر که خدا ما رو عادل شمرده و آزادی رو به ما هدیه کرده. متاسفانه بعضی از ایمانداران به عیسی مسیح هنوز خودشون رو در اسارت تلخ باور دروغ‌های شیطان نگه داشتن. دروغ‌های مثل این که تو لیاقت نجات و بخشش خداوند رو نداری، زندگی گذشته تو پر از گناه بوده و حالا چجور انتظار داری که خداوند تو رو ببخشه و از تو استفاده کنه. ببینید الان تو این کلامی که خوندیم در آیه 1 میگه برای کسانی که در مسیح عیسی هستند و در عیسی مسیح زندگی میکنن هیچ محکومیتی نیست و از محکومیت آزاد شدن. البته این به اون معنا نیست که ما ایمانداران به عیسی مسیح دیگه گناه نمی کنیم، بلکه خدا از طریق مرگ و رستاخیز عیسی مسیح راهی برای آمرزش و رهایی از داوری ابدی برای ما فراهم کرده. میگه کسانی که در مسیح هستند. یعنی چه؟ در مسیح بودن یعنی ایمان آوردن به او به عنوان خداوند و نجات دهنده خود. یعنی اینکه خداوند عیسی مسیح رو در مرکز زندگی قرار دادن و اینکه سکان زندگیمون رو به دستای اون بدیم و یعنی داشتن یک رابطه شخصی و صمیمی و روحانی و دائمی با عیسی مسیح خداوند. زمانی که در مسیح باشیم گناهان ما آمرزیده شده و نزد خدا عادل شمرده میشیم. در کتاب رومیان باب 5 آیه 1 پولس رسول میگه: پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم، به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. دقت کردید؟ ما حالا با خدا صلح داریم.
بعد از اینکه خدا ما رو عادل شمرد، دیگه به خاطر گناهکاریمون از ما دشمن خدا محسوب نمیشیم و در صلح و سلامتی با خدا زندگی میکنیم. این رابطه زمانی ایجاد شده از که خداوند ما عیسی مسیح جانش رو روی صلیب در راه ما فدا کرد. به این خاطر بود که صلح برقرار شد. وقتی که او بالای صلیب جان خودش رو داوطلبانه به جای ما داد، در واقع بار سنگین تمام گناهان گذشته، حال و آینده ما از رو دوش ما برداشت. با این کار خودش ما رو در نظر خدا عادل، یعنی عاری از هر گناهی گردانید. ما با خدا در صلح هستیم. هللویا. صلح با خدا یعنی آشتی کردن با اون و یعنی اینکه دیگه هیچ دشمنی و خصومتی بین ما و خدا نیست که بتونه اون رابطه ما رو با خداوند برهم بزنه. و این صلح با خدا فقط به این دلیله که عیسی مسیح توسط مرگش بر روی صلیب تاوان گناهان ما رو چیکار کرد؟ پرداخت کرد. در کلام خدا دوم رومیان باب 5 آیه 17، دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. پس هر کی در مسیح باشه میگه خلقتی تازه است. کسی که از آن مسیح میشه تبدیل به یک شخص جدیدی میشه. اون دیگه اون انسان قبلی نیست و اون یک خلقت تازه است. انسانیت کهنه با مسیح مصلوب شده و یک مخلوق نوعی به وجود اومده که در واقع یک زندگی کاملا تازه‌ای رو آغاز کرده. روح القدس به اونها، یعنی به کسانی که در مسیح هستن و ایمان به مسیح میارن، یک حیات تازه‌ای میده و دیگه مانند سایر انسان‌ها نیستن و در اتحاد با عیسی مسیح زندگی میکنن. اگر در مسیح باشیم، مسیح نیز در ما خواهد بود و به وسیله روح القدس ایضاً در ما زندگی خواهد کرد. کتاب مقدس به روشنی تعلیم میده که انسان‌ها گناهکارند، همه انسان‌ها، و مستوجب داوری هستند. در کلام خدا رومیان باب 3 آیه 23 میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند. عزیزان، هر نوع گناه ما رو گناهکار میکنه. گناه کوچک و بزرگ نداره. گناه گناهه و هر نوع گناه ما رو از خدای قدوس دور میکنه. چون گناه شایستگی زندگی کردن در حضور خدا رو از ما سلب میکنه. کلام خدا در رومیان باب 6 آیه 23 رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. این حیات جاویدان از آن هدیه فیض خداست که در خداوند ما عیسی مسیح به ما عطا میشه و عطا شده. این مسیح بود که هدیه رو در واقع برای ما فراهم نمود. اون با قیمت خون خودش بهای اون رو پرداخت. ما هیچ کاری براش نکردیم. با این کار مسیح عزیزان ما عادل، یعنی عاری از هر گناه شدیم و بنابراین دیگه اون دروغ‌های شیطان که میگه لیاقت نداری، لیاقت نجات و بخشش خداوند رو نداری، یا اینکه تو گوش شما زمزمه کنه که زندگی شما پر از گناه بوده گذشته و حالا خداوند چجور میخواد توقع داری که خدا تو رو ببخشه و ازت استفاده بکنه. این دروغ‌های شیطان دیگه در ما کار نمیکنه. او شیطان با مکر و حیله و اون مهارت خاصش در فریب
و آلوده کردن افکار و ایمان ما نسبت به محبت خدا دائما داره سعی میکنه که چی؟ ما رو از خداوند دور کنه و اون میخواد هر طوری شده به ما بگه که ما بی‌عرضه هستیم و قادر به انجام هیچ خدمتی برای خداوند نیستیم. حقیقت اینه که عزیزان بعد از ایمان قلبی به عیسی مسیح گفتم گناهان ما بخشیده میشه و بخشیده شده و خدا ما رو در واقع به فرزندی در خانواده الهی خودش قبول کرده، پذیرفته، برگزیده در واقع و بسیار ما رو دوست داره. تک تک ما ایمانداران رو دوست داره. در کلام خدا دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 میگه او کسی را که گناه را نشناخت، یعنی مسیح، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. عزیزان، محکومیت نتیجه طبیعی گناه انسانه، اما خدا در محبت خودش راهی برای آزادی انسان چکار کرد؟ از محکومیت فراهم کرد. و اون راه عیسی مسیح بود، ایمان به عیسی مسیح خداوند. عیسی مسیح آمد تا حکم محکومیت رو بر خودش بگیره و بر خودش گرفت. کلام خدا میگه که از زخم‌های او ما شفا یافته‌ایم. آمین. در مسیح عدالت الهی تحقق یافت. او نه تنها گناهان ما رو برداشت، بلکه ما رو نیز عادل محسوب کرد. عیسی مسیح هرگز از اون گناه نکرد و از اونجایی که اون کاملا بیگناه بود و کاملا پاک بود و بی‌عیب بود، تونست با مرگ خودش در واقع بهای گناهکاری ما رو پرداخت کنه. در رومیان باب 8 آیه 2 میگه زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. قانون روح حیات، منظور از روح حیات عزیزان روح القدس هست. روح القدس، ببینید قبل از اینکه روح القدس در زندگی ما وارد بشه، شریعت در واقع این شریعت گناه و مرگ بود که اعمال ما رو چکار میکرد؟ تعیین میکرد. ولی از زمانی که روح القدس وارد زندگی تک تک ما شد، در واقع اون شریعت روح حیات جایگزین اون گردید، جایگزین اون شریعت مرگ و موت. روح القدس نه تنها ما از محکومیت و مجازات به گناه آزاد کرد، بلکه به وسیله او عزیزان چنگال به قول معروف چی میگن سلطه گناه هم، از اون سلطه گناه هم ما رستگار شدیم، آزاد شدیم. باز براتون میخونم از رومیان باب 6 آیه 14. رومیان باب 6 آیه 14 میگه زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند. حالا ادامه میده، میگه زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. آمین. میگه پس گناه دیگه ارباب شما نیست، چون که زیر شریعت نیستید. حالا دیگه در قید شریعت نیستید تا گناه شما را اسیر خودش بکنه، بلکه به فیض و لطف خدا از قید اون شدین آزاد شدید. میگه زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض میباشیم، یعنی که به وسیله رحمت خدا آمرزش گناهان رو دریافت کردیم. به خاطر رحمت خدا، به خاطر فیض خدا، لطف خدا. و عزیزان لطف، رحمت و فیض بی‌نظیر خداوند برای هر انسان گناهکار در آمدن عیسی مسیح به این جهان آشکار شد. اون رحمت خداوند در آمدن عیسی مسیح به این جهان آشکار شد و به اثبات رسید. زندگی بدون محکومیت به معنای از آن داشتن یک هویت جدید در مسیح است. ما یک هویت جدیدی گرفتیم در عیسی مسیح.
از کتاب رومیان براتون میخونم باب 8 آیت 16 و 17. رومیان 8 16 و 17. ببینیم چی میگه اینجا. میگه و روح خود با روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خداییم. هللویا. بعد ادامه میده میگه و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح، زیرا اگر در رنج‌های مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود. هاللویا. روح خدا عزیزان در عمق وجود ما به ما میگه که ما فرزندان خداییم. ما ایمانداران به عیسی مسیح فرزندان خداییم و بعد میگه اگر فرزندان هستیم وارثان او نیز هستیم. هاللویا. چقدر زیبا. خدا عزیزان بهترین هدیه‌هاش رو به ما داده، یعنی پسرش رو داد، بخشایش گناهان رو داد و حیات جاویدان رو داد. هاللویا. به راستی که عزیزان هیچ محکومیتی در انتظار کسانی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون قبول کردن و برگزیدن، هیچ محکومیتی بر اینها و بر ما نیست. چون که مجازات تمامی گناهانی که هر ایماندار به عیسی مسیح بایستی شخصا پرداخت میکرد، ما باید خودمون مجازات و پرداخت در واقع این مجازات تمامی گناهانمون رو پرداخت میکردیم شخصا. ولی عیسی مسیح داوطلبانه به خاطر محبت بیمانندش و بی‌نظیرش برای ما یک بار برای همیشه تماماً بر روی صلیب جلجتا پرداخت کرد. و حالا ما میتونیم بدون هیچ ترس، بدون هیچ شرمندگی در حضور خدا حاضر بشیم، به حضور خدا بریم. و عزیزان دروغ‌های شیطان رو از خودتون دور کنید. گوشتون رو به روی صداهایی که صدای خدا نیست و از شیطان هست ببندید. فریب شیطان رو نخورید. کلام خدا میگه شیطان میگرده مانند یک شیر قرآن دنبال چی؟ طعمه. اونها ببلعه. پس دروغ‌های شیطان رو باور نکنید. ما عزیزان فرزندان خدا هستیم. شنیدیم الان خوندیم این کلام. و چون فرزندان خدا هستیم زیر پوشش فیض و محبت او عزیزان در محافظت الهی به سر میبریم. این رو بایستی باور کنید. آمین. آمین. بیاید با هم دعا کنیم. خداوند شکرت میکنیم برای این کلامی که امروز شنیدیم. شکرت میکنیم که خداوند ما بعد از ایمانمون به عیسی مسیح عادل شمرده شدیم، فرزندان تو هستیم ای خدای عظیم و وارثان نیز هستیم. و خدا رو شکر که هیچ محکومیتی در ما و برای مایی که در عیسی مسیح هستیم وجود نداره. در نام عیسی مسیح خداوند با شکرگزاری دعا کردیم. آمین.